نظافت و پاکی در اسلام، یعنی نظافت و پاکی و تازگی در اسلام چی مقامی دارد؟ نظافت و پاکی یکی از شرط‌هایی یا که از جزءهایی یا اینکه یکی از رکن‌های اساسی دینداری مسلمان هست. یکی از عمل‌های هست که برای مسلمان خیلی مهم و ضرور هست، پاکی و پاکیزگی. و حتی ببینید عبادت‌هایی که در جای بدبوی باشد، یعنی ملائکه ها از بدبویی ها نفرت دارند، برای همین یعنی در جای بدبویی نماز گذاشتن درست نیست. باید که مکان پاک باشد، لباس پاک باشد، بدن پاک باشد، یعنی ظاهر پاک باشد، حتی باطن، یعنی عبادت هایی که با کینه و قدرت و عدل، با کینه و یعنی چیز عداوت و دشمنوگری، قلب پر از حسد، کبر و غرور باشد، عبادت قبول نیست، عبادت قبول نمی شود، حتی عبادت اون بنده قبول نمی شود. حتی ببینید پیامبر علیه السلام میگه که من کان فی قلبه ذره من الکبر لا يدخل الجنه. کسی که یعنی هر انسانی که اگر یا هر مسلمانی که اگر در قلبش مقداری ذره‌چه از کبر باشد، داخل جنت شدن نمیتواند. این کبر حالا این چی است؟ باید که باطن انسان، قلب مسلمان باید پاک باشد. حالا این کبر یکی از خصلت‌های زشتی هست که انسان را در دنیا و در آخرت ناکام و بدبخت میکند. حتی ببینید پاکی قلب برای مسلمان مهم است. پاکی لباس، حالا لباسی به نماز قطعی نمازت قبول نیست، بدنی به نماز قطعی نمازت قبول نیست. باید بدن پاک باشد، لباس پاک باشد، جای نمازت پاک باشد، حتی مکان یعنی حدودی که نماز میگذاری بدبویی ها و افلاسی ها نباشد. یعنی این شرطهای عبادت هست. حتی ببینید که اگر پاکیزگی، تازگی رعایت نشود، یعنی در حتی عبادتت قبول نمی شود است. برای همین تا این درجه که پروردگار یعنی تازگی رو برای مسلمان خیلی یکی از شرطهای مهم و اساس در زندگیش و در عبادتهایش قرار دادگی است. و خداوند عزوجل میفرماید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى آخر آیه. یعنی وقتی که شما میخواهید نماز بگذارید، یعنی وقتی نیت نماز کردید، حتمی باید شما طهارت داشته باشید. حالا طهارت رو هم ببینید، انسان وقتی که بیرون میرود، تشناب میرود، پیش پس باید چنان تازه بشوند که دیگر یگان شک و شبهه در به نماز بدنی اون عضوایش پیش پسش نباشد. یعنی با آب خیلی تازه شدن در کار که خاطر جمع شود که من یعنی عضوای پس پیشم رو پاکیزه شستم، دیگر هیچ افلاسی بدبویی در اونجا وجود ندارد. این یک. دیگه وقتی که طهارت میکنه، حالا ببینید دهان را 3 بار غرغره و مسواک کردن دندان. حتی پیامبر علیه السلام در حدیث میگوید اگر بر امتم مشقت نمیشد، برای هر یک نماز من مسواک امرشون میکردم. یعنی باید که حتمی مسلمان همیشه دندانهای خود را مسواک بزند. حالا اگر چوبی مسواک نباشد، همین شدکایی که برای دندانشو با خمیره دندان یا بی خمیره دندان هم که باشد، دندانا رو وقتی که مسواک میکند اگر سنت به جا نمیاد لیکن پاکی به وجود میآید. حتی در رمضان باید که انسان مسواک بزند. حتی در رمضان باید که اگر که مسواک چوبی یعنی مسواک چوبی ندارد، حالا مسواک پلاستیکی باشد هم، یا که هم شدکای مخصوصی که هست برای دندان به خمیره، به داروی دندان باید هر طهارت باید که مسواک کنه تا اینکه بدبویی در دهان بوی بدی دهان رو از بین ببرد. بوی دهان خیلی تاکید می شود در اسلام، در نماز، حتی نماز جماعت. حالا پیامبر علیه السلام میگه که هر نفری از شما اگر چیزی بدبویی یا که بوی تیزی داشته باشد، مثل پیاز یا که سیر، چسناک به اصطلاح چیز، خب اگر که خورده باشد از نماز ما، از جماعت ما کناره‌جویی کند. یا هر چیزی یعنی تیز و بد یا که رو، یعنی در بهار با علف‌های بهاری هست که مثلا خیلی بویش یعنی تیز است،
خوردگی کو میخورد، حالا که پهلو بودگی رو خیلی آزار میدهد. حالا میگوید که هر چیزی بدبویی که خورده باشد از جماعت کنارجویی نیاید به جماعت تا اینکه اون بدبویی از بین نرود. حالا بوی زیر بغل، بوی نسکی یا بوی پای، همه این بوها در نظر است. حتی ببینید آزار ندادن نمازگزار وقتی که مردم و بعضی‌ها رو میبینید در مسجد متاسفانه از بیخبری است. حالا اون گمان میکند که من صف اول میروم چیکار میکنم، ثواب زیاد میگیرم، از بالای مردم خیز میگیرد. پیامبر اساسا میگه که شما آزار دادید، نمازتون به جای ثواب گرفتن آسی شدید، برای خود یک پول بین خود جهنم کشیدید. باید نمازگزار رو آزار ندهید. آزار دادن چی به رفتار باشد، چی به کردار باشد، چی به سخن باشد، چی به بدبویی بدن باشد، یا دهان یا پای یا که زیر بغل یا که دیگر. همه این در نظر است. میگوید که وقتی که نماز میگذارید، یعنی شما لباس خود رو، بدن خود رو، جا و مکانی که نماز عبادت میکنید اون رو همگی رو چیکار کنید؟ بشوید، تازه کنید. حالا طهارت که وقتی که میکنید، دهان یعنی 3 بار غرغره مسواک، بینی 3 بار یعنی چیز افشانیدن سخت که گرده یا که هر چیزی که باشد تازه کردن بینی، روی رو یعنی 3 بار شستن، دست‌ها رو تا اورنج 3 بار شستن و سر و گوش‌ها ماسک کشیدن و پایا رو شستن. و حتی فقیها تاکید میکنن که از زیر از پایان انگشت بین انگشت‌های پا رو خلال کردن که مبادا یگان ذره‌های یگان میکروب‌های در بین انگشت‌های پا نماند، تا اینکه اون پوستی بین اچه رو این انگشت، یعنی از یک طرف عبادت از ما پروردگار رو عبادت میکنیم، لیکن تمام عبادت برای فایده خودی انسان است. حالا طهارت برای سالمی مسلمان است که بدن سالم میمونه. خدا نشان ندهد بسیاری ها از همین افلاسیایی که در بین انگشتای پا هست چی بیماری های خطرناک مبتلا میشن، حتی با بریدن انگشتایی که پا میبرد میرسوند. خدا نشان ندهد. در طهارت یعنی پای رو شستن 3 بار که آب قطره کند، آب بریزد، هر چیزی که در پای هست یعنی همه تازه شود. 3 بار یعنی تکرار به تکرار شستن. این به خاطر چی هست؟ باید پاک شود. حالا بین انگشتای پا رو خلال کردن که بین انگشتای پا تازه و آزاده و پاکیزه باشد. و پاکی یعنی پاکی یکی از چیز شاخه های ایمانداری و اسلامداری و دینداری مسلمان است که مسلمان همیشه پاک باشد. حالا موی سرش باشد. پیامبر صلی الله علیه و میگن موی سر رو که گذاشتید اکرامش کنید. اکرام موی سر یعنی احترام موی سر یعنی چی؟ شانه و به ترتیب در آوردن. و نفر میاد سرش موهای سرش لوچیده و یعنی چیز پیچیده و دیگر. بعد میگه برادر شما چیزی ندارید که یعنی سر خود رو به ترتیب بدارید، یا که شانه یا که یگون دیگر. میگه دارم. میگه چرا موی سر خود رو اکرام نمیکنید؟ یعنی موی سر رو به ترتیب بدارید. حتی پیامبر اساسا موی سرشون رو روغن میکردن، روغنای خوشبوی. و از مادرمون عایشه رضی الله تعالی عنها حدیث روایت است که من از بهترین خوشبویی ها با بدن پیامبر علیه السلام و لباسای پیامبر علیه السلام بهترین خوشبویی ها میزدم، بهترین خوشبویی ها میکردن پیامبر. حتی از کوچه میگذشتن، یعنی بعد مدتی کمی نفر دیگر میگذشت، حس میکرد که این پیامبر از اینجا گذشته است که بویش تازه مانده است. یعنی خوشبویی یکی از سنت های پیامبر و برای مسلمان خیلی خوب است. و خوشبویی هم تجربه و حیات و زندگی هم اثبات کرده که خوشبویی طبیعت انسان رو میبردارد، عقل انسان رو فعال میکند، فکر انسان رو قوی میکند. خوشبویی. بدبویی یعنی میبینید که انسان رو ترشرو میکند، یعنی نفسگیری دشوار میشود. برای همین این همه از دینداری مسلمان است که باید که به بدنش، به لباسش، به موی سرش، باطینش
کینه و کدرت و حسد و عداوت دشمنوگری، این همه رو پاک کند از قلبش.